پس معنای دلیل چی است؟ دلیل چیزی است که راهنمایی میکند به چیزی که بر تو به مطلوبت میرساند. و دلیل دو نوع است. دلیل نقلی هست، سمعی میگویند، سمعی یعنی که نصوص قرآن و سنت ما تنها توسط آنها میتوانیم سه اصل بزرگ رو بشناسیم: شناخت پروردگار، شناخت پیامبر، شناخت دین اسلام با دلیل‌ها و آرام بگیریم. پس محدود کردن این شناخت با دلیل‌های شرعی است. برای چی؟ برای بیان کردن اهل هوا و هوس. چون در این مورد، در این میان اهل هوا و هوس هم وجود دارد که هواپرست هستند. آنها ادعا میکنند که این معرفت، این شناسایی ممکن است با راه‌های ناپوره و نادرست به دست آورده شود، مثل با منطق، بر عقل، با الهام، مثل صوفی ها، با تکیه با امام های معصوم مثل شیعه ها یا که صوفی ها. و درسته که این گمراهی می آورد. پس این معرفت هم با کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بررسی می گردد. پس دلیل های عقلی با اندیشه کردن، با تأمل ثابت می شود. عقل سالم، عقل صحیح، عقل درست هیچ وقت نقل صحیح را مخالفت نمی کند. یعنی قرآن و سنت مخالفت نمی نماید. پس هر عقلی که قرآن و سنت مخالفت نمی بس و عقلش ناکامل است، ناعقل است، بی عقل است. چون عقل سالم، عقل صحیح همیشه با قرآن و سنت موافقتی است، موافقت می نماید، آن را ضدیتی نمی کند.